تو قرون وسطا مردم فکر میکردن میشه با دعا از مس طلا ساخت. ببین اینا دیگه کی بودن؟ ولی یه مرد ایرانی اومد و گفت برو بلند شو. محمد ابن زکریای رازی، فکر کنم اسمشو شنیدین، شیمیدان، پزشک، شورشی علیه خرافه، مردی که 1000 سال پیش اسید سولفوریک رو کشف کرد و گفت علم یعنی آزمایش نه افسانه. تو بغداد میخواست بیمارستان بسازه، ولی نه همینطور الکی. تکه‌های گوشت رو تو مناطق مختلف شهر آویزون کرد. هر جا دیرتر فاسد شد اونجا رو انتخاب کرد. هوای تمیز، درمان بهتر. هوش ایرانی 1000 سال جلوتر از زمان خودش بود. یکی میومد میگفت کورم، با دعا خوبم کن. رازی میگفت نه عزیزم، برو دکتر ببین. تو این فضا گفتن همچین چیزی یعنی خطر، یعنی تبعید، یعنی حتی مرگ. ولی رازی عقب نکشید. کتاباش رفت اروپا، اونجا شد ریزیس. شیمی مدرن از همونجا شروع شد. رازی شاید امروز اسمش گم شده باشه، حتی من که اعتقاد ندارم، ولی علم مدیون شهامت اون مرده که گفت باور نکن مگر اینکه خودت ببینی.